این هفته خبر تو خبر داره براتون از وحشتی که بالا تا پایین نظام رو فرا گرفته و روز به روزم بدتر میشه. فرمودند دشمن جبهه‌ای عظیم وسیع نامتجانس و با قدرت رسانه‌ای بالا درست کرده. جبهه‌ای عظیم وسیعیش یعنی بگی تو همه خیابونامون، تو همه کوچه هامون، همه جا حضور داره. زرشکیان هم حسابی به دست و پا افتاده و از این حرفا میزنه. من الان از آمریکا و از نمیدونم اسرائیل و از خارج نمیترسم، من از داخل از دعوا و اختلاف میترسم. من هیچ باکی ندارم، ما اگر با هم باشیم بر تمام مشکلات غلبه خواهیم کرد، ولی دعوا کنیم لازم نیست اسرائیل بیاد و آمریکا بیاد، خودمون رو خراب میکنیم. تا شیخ فری که پنبه تلویزیون خامنه ای رو اینطوری میزنه. چه رسانه ملی داریم که همش دنبال یک جناح خاص و یه اقلیت هست، هر روز یک کاری میکنه، هر روز هر چیزی که یک کاری نمیکنه که مردم علاقمند بکنه، همش دنبال ایجاد اختلافه. حالا من که نگاه نمیکنم، نه رادیو گوش میکنم نه تلویزیون نگاه میکنم، چون اصلا هر وقت من نگاه میکنم میبینم در عمق برنامه هاشون علیه اتحاد ملی دارن کار میکنن و علیه انسجام ملی دارن کار میکنن. این هم یک چشمه از وفاق و همدلی در استبل ولایت. دوم اینکه در وقت تذکر لزوما نباید مربوط به دستور باشه، به جلسه. اگر در جلسه این آقا دو کرد این تخلف کرده و باید بهش تذکر بدن. و نکته سومم آقا سر صدا نکن، اینم ببین آقای نیکزاد، اینم ماده 110 که قطع کلام ناطق. این آقا روحانیه و نمیدونه که قطع کلام ناطق و مراعات سکوت وظیفه همه نماینده ها هست و شما باید جلوشو بگیری. حالا یه این سر صدا میکنه، فکر میکنه چون روحانیه اجازه داره هر کاری بکنه. آقای باقری ساکت شو، نوبت بگیر حرف بزن. آقای باقری بنا ساکت شو، نوبت بگیر حرف بزن. با این حساب دیگه تکلیف کارشناساشون هم روشنه، کم مونده جلوی دوربین همدیگه رو تیکه پاره کنن. من با ایشون تفاوتم همینه، من استاد دانشگاهم. اینا میدونی میگن که الله کرم رو از بیابون آوردیم تو دانشگاه. من قبل از انقلاب مهندسی حرارت سیالات بودم. اینا تازه نه اینکه اومدن خودشون به پول پله و زندگی رسیدن، اینا فکر میکنن که مثلا افرادی که تو جبهه بودن افراد بیابانی بودن، اینا آوردن شهریشون کردن. تو لازم نیست از این دفاع کنی، این خودش بلد دفاع کنه. من اولین باره که چنین موجودی رو در برابر خودم میبینم. 1 2 فاقد هر گونه اخلاق مذاکره است و گفتگو، بی‌ادبه، یه انسان بی‌ادبی است. وای به حال اون دانشجویی که این آقا استادش، تازه عقل غیر از علمه. این آقا رفته یه چیزای سوار سرهم بندی کرده، خونده، فکر میکرد دانشمنده. نه آقا ایشون از همین وجنات شیوه گفتگوش مشخصه که اصلا ابعادش چیه. اصلا انسان به انسانیتش شناخته میشه، نه با این چفنگیات که تو تحت عنوان علم فکر میکنید فرا میگیرید. اینم قرار بوده برنامه طنز باشه، اما اینطوری زیرا باندای حکومتی رو میزنه. آقای عراقچی در بخش دیگه از صحبتاشون گفتن که یه سری چیزا هیچ وقت از خاطره با ایرانی‌ها پای نمیشه، مثل اون بازی آمریکا که بردیم 2-1، یا اون بازی استرالیا که 2-2 بردیم، یا اون 6 تا پرسپولیس. 6 تایی که ما یادمون نمیره 5+1 آقای عراقچی. سنگین بود. جدی هر بار ریختیم بیرون ما باختیم. سر اینکه روحانی رای آوردن ریختیم بیرون باختیم. سر برجام ما ریختیم بیرون به باختیم. سر چند تا از سفارت‌ها ما ریختیم تو. ولی باختیم. هر جا ریختیم باختیم. خلاصه اینکه عظما دنبال یک دست کردن و سیمانکاری نظامش بود، اما چنین بلایی سرش اومد. اینجاست که ریزش و بریدگی
دخل نظام رو میاره و حتی این بوفالوی ولایتم مجبور میشه از این روزه ها بخونه. سن آدم بالا میره، نشاطش از دست میره. یه جوری نباشه که باز هی دوچاره کسالت بشم دیگه اصلا سست عنصر کار رو ول کنم. کار منو خسته نکند، نبرم، دوچار گسست نشم که اگر بریدم دیگه نیستم اینجایی که هستم. ما مشکلمون الان برادران در این زمان همینه. کجای کاری تو؟ خیلی وقت نظام دوچار گسست شده. یه چیزی تو این مایه ها. خبر تو خبر. مشنگستان این هفته رو با حرفای این سرتشتک تاریخ در رفته شروع میکنیم که داره برنامه آینده خودش رو بالا و پایین میکنه. امیدوار هستیم که مرگ ما را هم خداوند یه مرگ خوب قرار بده. من خودم دلم نمیخواد تو رخت خواب و این چیزا، تو رخت خواب و تو استخر و اینا، از خدا نمیخوایم اینجوری. این یکی هم از پیشگویاش میگه. به سردار رشید گفتم شما رو در همین اتاق میزنه. عجب. سردار با باقری مسافرت بود، اونم اومد، شدیم 3 نفر. همینا رو گفتم سردار باقری رو تو اتاق خودش میزنه. به سردار رشیدم گفتم شما رو تو اتاق خودتون میزنه. گفتم من اطلاعات ندارم، برداشتم اینه. خلاصه که هر کدومشون از ترس مردم دنبال اینن که یه جوری خودشون رو مخفی کنن. Oh no! Hola, Carlos! حالا تو این وضعیت درب و داغون یه مشنگی هم مثل این پیدا شده که داره از این قمپوزا در میکنه. ما بالای 200,000 موشک بالستیک داریم، بالای 600,000 موشک داریم. مسئولین نظامی ما مصاحبه نمیکنن چون نیرو رسمی هن. بقیه هم دل و جیگرشو ندارن، ولی من اینجا شفاف و رسما اعلام بکنم. حالا خیلی از مردم تو جنگ من گفتم پس این پلاسما چی شد؟ آقا مگه قراره یه زنبوری اومد نیشت زد تو از مگسکش برقی استفاده کنی برای اون؟ اصلا دلیلی نداره ما الان استفاده کنیم. ما گذاشتیم اربابش اگه اومد اونم در زمان لزوم از سلاح پلاسماییمون هم استفاده کنیم. کما اینکه سوخت موشک سجیل سوخت پلاسمایی است. من الان اینجا مردم اعلام بکنم سلاح پلاسمایی هم داریم، الان در فاز دفاعی ازش استفاده میکنیم. زمانی که لازم بشه حتما در باب تهاجم ازش استفاده خواهیم کرد. جدی میفرمایید؟ این اینایی که ما اینا رو از کجا ما در آوردیم؟ آجا کجا میبرن شما رو اینا میگی؟ این خالی بندی ها یه چیزی تو این مایه هاست. حالا یه سری بزنیم به بچاپ ها و دزدیات توی نظام ولایت. قسمت بالای 50-60% از محموله های نفتی که از ایران توسط آمریکا در 3-4 سال گذشته توقیف شده کشفش توسط آمریکا نبوده. شبکه داخلی دورزننده تحریم ما که آقای الف و آقای ب و آقای جیم هستن خودشون با هم دیگه رقابت دارن، تو رقابت ناسالم سر منافع میلیارد دلاری خودشون همدیگه رو لو میدن. خب این که دیگه ربطی به اسنپک نداره. این هم یک چشمه از بخورای شهردار دزد خامنه‌ای در تهران. دوباره سرشاخ شدن خانم نرجس سلیمانی عضو شورای شهر تهران با شهرداری تهران با آقای زاکانی، ایشون گفتن که اطلاعاتی به دستشون رسیده که میگن آقای زاکانی، شهرداری آقای زاکانی یک سری اقلام، یک سری کالاهایی رو که دست دوم بودن به عنوان کالای نو خریداری کردن. حالا اینکه کی اینجا ذینفع بوده از اون ما به تفاوت قیمت کالای دست دوم مثلا مثل اتوبوس و اینا ممکنه، من تو خبرش ندیدم اشاره شده باشه، ولی قاعدتا وقتی میگیم کالا ناوگان مثلا حمل و نقل و اینا پای ناوگان حمل و نقل عمومی در میون باشه، شاید پای مسائل دیگه در میون باشه، اما خانم نرجس سلیمانی گفتن که حتما موضوع رو با جدیت پیگیری میکنن. این دفعه اولی نیست که. حالا برای پوشوندن این دزدیات چیکار میکنن؟ یه نمونهش اینه.
پشت پرده این اصرار عجیب و غریب دولت برای اینکه صفرای پولو کم کنه چیه؟ ببین همه اقتصاددان همه دارن اصرار میکنن که هیچ اثری در اقتصاد نداره و در زندگی ما اینا هیچی نداره. اینجا ماجرا آبروی رفته و خرابکاری ها رو پاک کردنه. ببین مسئله اینه که پول ما در مقایسه با مثلا 4-5 دهه پیش 16542 برابر کم ارزش تر شده. $1 که بوده 7 تومن شده 115800 تومن. خب شما مثلا این رو الان هر جای دنیا ببری به شما مثلا 10-15 کیلو گوشت میدن، اینو ببری تاش اینه که الان به شما 1-2 کیلو پهن میدن. مثل این سریالا و آثار هنری هستش، مثلا تو مکبث قتل انجام دادن، جنایت میخوان خون رو پاک کنن بشورن ببره، یا مثلا تو جنایت و مکافات اون آدمه که قتل کرده میخواد این آثارش از بین ببره. اینجا مسئله اینه که این خرابکاری ها و افتضاحات به بار اومده رو اثرش تو اینجا دیده میشه، میخوان این اثر و مبنا رو از بین ببرن که قابل مقایسه هم با قبل نباشه، بگن آخش راحت شدیم این مایه ننگ و خرابکاری رو دیگه نبینیم. بعدم میخوان بنزین رو گرون کنن. الان بحث سنرخی شدن بنزین داره جدی میشه، همونطوری که آوردید بحث LPG رو گرانسازیش رو انجام دادید در خفا که من از هیئت تطبیق میخوام اینو رد بکنه چون غیر قانونی هستش. بحث سنرخی شدن بنزین هم هستش، اونم چند درصد، نمیدونم 300%، 400%، 500%. میخواید من این کشور رو به هم بریزید، اومدید کشور رو اداره بکنید نه که به مردم فشار بیارید. که البته از گرون کردن بنزین هم میترسن. بنزین قرار گرون شه؟ ببینید بنزین باید گرون شه، حالا تو چه فرایندی یا چه مدلی حتما باید به نحوی باشه که جامعه بپذیره. این با سال میرسه این موضوع؟ یعنی فکر نمی کنم، نه، چون این وسط پزشکیان چی کار میکنه؟ هیچی، خاطر بازی میکنه و پرت و پلا میگه. من در دوره تحصیل اصلا یه مدتی اصلا نمره 10 11 12 میگرفتیم، ذهن عوض شد، اصلا میگفتم مگه میشه از 20 کمتر گرفت. همین که ذهن عوض شد، وقتی که نخواستم این روند رو اصلا قبول نمیکردم. چرا من نباید 20 بگیرم؟ چرا من نباید بدونم؟ همین که نباید، خب من همیشه 20 نمیگرفتم ولی تلاش برای اون بهترین شدن میکردم. این هم سهم مردم ایران از خالی بندی های پزشکیان. هیچ کاری نکردین، فقط وعده های پوچ و خالی. قیمت ها با سرعت رو به بالاست، چرا نظارت نمی کنید؟ جلوی احتکار و گرانی ها را بگیرید. مردم به شدت از عملکرد شماها ناراضی هستند. ریاست محترم جمهور، مشکل اساسی ما در کشور معیشت مردمه، نداشتن قدرت خریده. مردمم تو فضای مجازی برای آخوندهای دزد از این کلیپ ها درست میکنن. سلام استاد. سلام، خوبی شما؟ من جنتظامی هستم استاد، ترم یکمه. به به، خیلی خوش اومدید. من نماینده مجلس هستم. اولین کلاس شما چگونه حق الناس را بالا بکشیم. بشینید جزوار. به به، چه درسی. من اینو پیشم خورده بودم، پیشش پاس کردم. آفرین. ممنونم، مرسی. هستم صحبت کنیم. سلام استاد. سلام. سلام. حال شما؟ کلاس رو درست اومدید؟ بله بله. شما استاد؟ من پسر امام جمعه هستم. بله. این درس هم درس تخصصی شما هست، چگونه اموال مردم رو بالا بکشیم به شکلی که پدرمان به خطر نیفتد. خیلی دست سختیه، ولی بتونم پاسش کنم. آره کار سخته، باید خیلی تلاش. چند واحدیه؟ 6 واحد. عجب. تخصصیه. مخلصم. به به جان عزیز، حال شما؟ من یکی از مسئولین برجسته کشورم. کلاس امروز راجع به اینه که اگه گفتی چگونه پست بگیریم، چگونه چند تا پست بگیریم و خون مردم رو تو شیشه بکنیم. خون مردم رو تو شیشه بکنیم. واقعا بی‌نظیره. ببین درسایی که شما میدین واقعا جای تحسین داره. من جلوی خدا تعظیم نکردم ولی جلوی شما تعظیم میکنم. واقعا شما از نظر جنزباتی هم تو زندگی من تاثیر داشتید. بله. آخوندا خیلی دزدن. درست صحبت کن. مگه تو آخوندی؟ نه، من